اینجا تنها شهری تو دنیاست که آسمون خراش نداره، اما در عین حال بهترین شهر دنیا برای زندگیه. اینجا ادینبورگ پایتخت اسکاتلنده. توی این شهر خبری از برج‌های بلند و مدرن نیست. مردم ساعت 10 صبح میرن سر کار و ساعت 4 بعد از ظهر برمیگردن خونه پیش خانواده هاشون. ادینبورگ پر از حال و هوای خاص اسکاتلندیه و معماری فوق‌العاده‌ای داره. مردم اینجا سعی کردن تاریخ و هویت شهرشون رو حفظ کنن. واسه همین هیچ ساختمان قدیمی رو خراب نکردن تا شهر رو توسعه بدن. به جاش بناهای تاریخی، کلیساهای قدیمی و شاهکارهای دوره ویکتوریایی رو مرمت کردن و به شکل اولشون برگردوندن. از صخره‌های بلند قلعه تو مرکز شهر میتونی یکی از بهترین شهرهای دنیا برای زندگی رو ببینی. اینجا مثل شهرهای بزرگ پر از استرس و شلوغی نیست و جو خیلی آرومی داره. تو خیابوناش مردا راحت دامن اسکاتلندی میپوشن، قدم میزنن و به فرهنگشون افتخار میکنن. اگه ما رو دنبال نمی‌کنی احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمیبینی، اما اگه دنبال می‌کنی تبریک میگم، تو هر روز چیزای جدید یاد میگیری.